الحمدلله. ستایش بر الله خداوند عرش و پادشاه آفرینش. او به ما پیامبر را روان کرد که خیلی با نام خود تجسم یافته است. الله او را برای رسانیدن پیام آخرین خود انتخاب کرد، پیامبر برای همه ملت، و او وظیفه خود را صمیمانه اجرا کرد، به خواستن پول یا قدرت یا شهرت. او صادق بود، او امین بود، اخلاق او تحسین جهانی را به دست آورد. با تلاش و قربانی او پیروزی اسلام اعلام شد. با پیروی به تعلیمات او ما به نجات عمومی جهانی نائل گشتیم و این شفاعت اوست که ما آن را امید داریم. شخصیت او از ماه پره زیباتر و تجسم یافته بود، پس شأن و شرف بر آنهایی است که او را پیروی میکنند و برای بدکارانش چیز جز رسوایی نیست. مسلمانان عزیز، الله سبحانه و تعالی ما را امر کرده است که به او تقوا داشته باشیم، وقتی که او در قرآن میگوید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ما همه با درد میدانیم که در سرزمین فرانسه چی میگذرد. سرزمینی که دعوای آزادی ارزش‌های لیبرالی، آزادی، استقلال، برابری و حقوق عمومی را میکند. ما میبینیم که این معرکه بیرحمی، بیگانه هراسی و اسلام هراسی ضد نبی و رسول ما صلی الله علیه و سلم میگذرد. همه زیر نقاب آزادی های بیان، همه در نتیجه واکنش حادثه ناخوش و آنها این حادثه را استفاده کرده ایستادند. حادثه سر بریدن یک معلم برای کاری که این تمام معرکه را علیه نبی و پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به وجود آورده ایستاده است. و این یک حادثه را از سیرت پیامبر به یادم آورد، هنگامی که چند از صحابگان را پیامبر برای نظارت، نه اینکه برای رسانیدن ضرر، به مکه فرستاد و بعض چیزهای رخ داد که سبب مرگ یک دو قریشی گشت. آنها سبب مرگ چند قریشی در زمینهای مقدس گردیدند در همین حرم مکه. این یگان چیزی به نقشه گرفته نبود، اما آن رخ داد. قریش معرکه خیلی بزرگی را ساخت، معرکه پیر را کرد. به آن مسلمان ها نگرید که حرم الله را قدر نمی کنند. به آن مسلمان ها نگرید که از فرمان الله سرکشی می کنند، در حرم جان می گیرند و آنها خیلی یک معرکه تباه را ضد مسلمان ها برپا کردند. الله در قرآن آیت را نازل کرد که به ما نشان می دهد چگونه با این حالت باید معامله کرد. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. آنها از تو میپرسند آیدی جنگ در ماه مقدس در زمین حرام. آنها میپرسند درباره قتال. الله میگوید: قل قتال فیه کبیر. هرچی که شد کبیر است. این درست نیست که جان بیگناه را گیری. این درست نیست در حرم کشتن. این درست نیست. چه چیزی که شد خطا است. الله سبحانه و تعالی میگوید این کبیر است، چیزی که صحابه کردند، اما الله اینجا تمام نکرده است. الله سبحانه و تعالی دوام میدهد و او گناههای بزرگی را که قریش بر ضد مسلمان ها کرد ذکر میکند. قل اثم کبیر. الله سبحانه و تعالی میگوید: وصد عن سبیل الله و کفر به و اخراج اهله منه اکبر عند الله. مانع شدن آدمان برای آمدن به حرم و خارج کردن انسانها برای عبادت الله و کشتن انسانها برای آن که مسلمانند و رد کردن الله، این خیلی از جنایت کلان است نظر به کشتن نفر از دست مسلمان. و بعد الله میگوید: این فتنه که شما می اندازید ای قریش خیلی شدیدتر است نسبت به یک کشتاری که آیده شکایت دارید. این است عدالت الله و ما از این عدالت می آموزیم. ما بلند و روشن میگوییم که کشتار نفر درست نیست. درست نیست که عدالت با فشار پایدار شود. اجازه نیست که کتاب فقه را خوانده در سرزمینی که شریعت پایدار نیست آن را عملی کرد. این اجازه نیست. به چون شرایط را میگوییم، به یگان شرم، به یگان خجالت کشیدن. حقیقت حقیقت است. هر چیزی که در این سرزمین رخ میدهد این آزادی سیاسی است که داده شده است و آنچه که ما میتونیم تنها آواز بلند کردن بر ضد آن است.
اما همزمان برای فرانسه همچون ابرقدرت، برای دولت، برای ملت و پرزیدنت استفاده نمودن این حادثه و بعد آن را شوریده پخش نمودن عکس‌هایی که تحقیر و پس زدن پیامبر ما صلی الله علیه و سلم را میکند و در لوحه‌های کلان در سراسر کشور در بناهای بزرگ تصویر کردن آن عکس‌ها 24 ساعت در هفته، از نوچاپ‌کنی آن تصویرها، عمل جنایی خواندن برای تنقید نشریه‌های این تصویرها، تنها اظهار خشم عمل جنایی حساب یافتند، آمده بستن زیاده از 70 مساجد که در فرانسه رخ داد، بستن زیاده از خیریه ها برای انجام ندادن شب نشینی ها و آنهایی که سرکوبی را قبول ندارند. پس پلیس مخفی آمده آدمان را بازداشت میکند برای تنها تنقید این تاکتیک ها. لطفاً مرا رحم کنید، این استانداردهای دوگانه است. این آیین آزادی بیان نیست، عموما نیست. آزادی بیان هنگامی که اقلیت به اکثریت سخن میگوید استفاده می شود. آزادی بیان استفاده می شود هنگامی که آنهایی که تحقیر می شوند توانند بر ضد کسانی که آنها را تحقیر کردند سخن کنند. وقتی حق به قدرت گفته می شود، این است آزادی بیان. وقتی پرزیدنت، وقتی کشور، وقتی ارتش مثل اوباش عمل می کند و به مردم خود بد دیدن اقلیت را می آموزد، بدی نسبت به اقلیت داشته باشند، این آزادی بیان نیست. این جز اوباشی چیزی نیست، این جز پهن کردن نفرت چیزی نیست. آزادی بیان نیست که اینجا تطبیق شود. کمتر از 7% فرانسه مسلمانند، کمتر از 7%. و من نگوید که 90% ترسیدند و از آزادی های خود حرف نمیزنند. برعکس، اعمال خشونت که با دست مسلمان ها شده است ناچیز است. یک عمل میلیون ها مسلمان و یک چیز. این آمار همه گونه جنایت است، همه گونه مافیا، هر گونه مشکلی که در جامعه رخ میدهد. اما عکس العمل چیست؟ جنایت حسابیدن تمام دین اسلام، جنایت حسابیدن همه گونه نمود تنقید سیاست حکومت. و سبحان الله، فرانسه تو کی هستی که آیین آزادی بیان ما را می‌آموزانی؟ تو کی هستی که آیین جنایت شخص به ما میگویی؟ آیا جنایت های خودت را ندیدی؟ آیا مستملکه گذشته خودت را ندیدی؟ آیا بیرحمانه اشغال کردن الجزایر را زیاده از 100 سال ندیدی؟ میلیون ها انسان ها کشته شدند، نه یک معلم، میلیون ها کشته شدند، زنان و کودکان بیگناه ذبح شدند، تجاوز بالا رفت. هر کسی که رد میکرد در ماشین ها بسته در کوچه های الجزایر میکشیدند تا مردنشان. آنها خیلی پیش از هیتلر لاگرهای اجباری ساخته بودند. آمده به ما آزادی بیان نگویید وقتی شما خودتان این آزادی را تجسم نکردید. شما از کشته شدن یک مرد غضبناک شدید و بله آن باید نمیشد، اما شما خود نمیبینید که چیکار کرده ایستاده اید به همه اهالی. میلیون ها آدمان در سرزمین خودتان که همه شناسنامه های یک رنگ دارند، سوم، چهارم، پنجم نسل افریقای تبار، آنها در زمین های شمایند به سبب خودتان و مستملکه‌تان. آنها را گناهکار نکنید. آنها آنجاند چون که شما به آنها احتیاج داشتید که کارگر و مهنتکش دستی شوند. شما آنها را آوردید چون که سرزمین آنها را استعمار کردید. اکنون فرزندان آنها ضد نبیره های آنها تعویض اعلان کرده ایستاده اید و آنها تعلیم یک خیله را نمیدهید. شما آنها را رانده ایستاده اید. شما آنها را از شهرها بیرون کرده ایستاده اید. شما به آنها جایهای کاری نمیدهید و در هر یک امکانیت شما درها را برای آنها میپوشید. این جنایتی که صادر شد، معلمی که کشته شد، با کتاب‌های فقهی یگان ربطی ندارد و همه ربط را در آن دارد که چگونه شما با جامعه مسلمان هایتان رفتار میکنید. من سفید نمیکنم، من زمینه سازی کرده ایستادم و ما باید برای گفتن این جسور باشیم که کشتاری که رخ داده بود نادرست بود، اما آن کشتاری نبود که از کتاب‌های فقه آمده باشد. این کشتاری بود که از غضب مناسبت شما با میلیون ها شهروندان خود برمی آید. این اساس نکنی نیست، این زمینه سازی است. و پاسخ چگونه است؟ شما میخواهید وضع را بدتر کنید. رهبر عاقل چنین عمل نمیکند. شما میخواهید که بین جامعه خود جنگ‌های شهروندی به وجود آورد. شما میخواهید که اقلیت خود را پس کند، مثل آنی که از آن سرزمین است، با راه پایمال کردن مقدسات. این راه پیشرفت نیست دوستان عزیز، راه پیشرفت نیست و ما مسلمانان نیز باید خیلی احتیاطکار باشیم. این عذر است. آنها میخواهند که حادثه های بیشتر رخ دهد. مسلمانان عزیز درک کنید این یک تاکتیک است و من درباره فرانسه حرف میزنم، اما این واقعیت در سراسر جهان است، در سراسر جهان غرب. آنها منتظرند بعضی از این آدمان آنها برای حمله نوبتی دعا میکنند. آنها میخواهند این به وقوع آید. چرا؟ زیرا این به آنها صلاحیت میدهد که آنها را باز هم زیادتر فشار دهند. زیرا این به آنها صلاحیت بد کردن تمام مردم مسلمان را میدهد تا ما نتوانیم به سطح آنها بمانیم. بله والله این ما را درد میدهد که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم تحقیر میشوند. والله دلهای ما پر از غضب است، پر از نفرت است.
اما ما باید موافق شریعت عمل کنیم و همین طور ما به نفرت آنها نه به همان نوعی نفرت بلکه با حکمت مبارزه میبریم. با تاکتیک آنها با رعایت شریعت خود مبارزه خواهیم برد و بهترین راه دفاع از شرف پیامبر صلی الله علیه و سلم این عملی کردن سنت اوست، پیام او را رساندن است و به مردم نشان دادن است که چگونه او رحمت للعالمین بود. این راه نهایی است. این مبارزه آسان نیست. این مبارزه دور و دراز است. اما اگر 7-8% فرانسه شماره زیادی اهالی مسلمانان را در همه جای عالم غرب دارد، در همه جا بزرگترین فایز اهالی، اگر این فایز به اسلام برگردد، به تعلیمات شریعت صادق باشد، رحم را در خود تجسم نماید که دین درباره آن است، پس این بهترین شکل دعوت می شود. این راه بهترین مبارزه با این نوع نفرت و بدبینی است. مسلمانان عزیز، من درباره فرانسه حرف میزنم، اما واقعیت همان سناریو در سراسر جهان و حتی در سرزمین ما به عمل آمده ایستاده است. پس از درس‌های گذشته عبرت گیریم و از منفیت‌های آن چیزی که در جهان رخ می‌دهد بیاموزیم و هوشیار باشیم تا اینکه خودمان به دام این نوع واقعه‌ها نیفتیم. ما باید با این نفرت با حکمت و شأن و شرف پاسخ گوییم، مثل آنی که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم امر کردند. صحفه دیگر رو گردان. الله سبحانه و تعالی به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: ما میدونیم که آنچه که آنها میگویند تو را آزرده میکند، از آنها روی گردان و الله عز و جل کار آنها را میبیند. از الله سبحانه و تعالی میپرسیم که بر مسلمان‌های فرانسه و بر مسلمان‌های چین و بر مسلمان‌های برما و سوریه و تمام مسلمان‌های دنیا سبکی که آنها دیر با سزاوارند عطا کند. ما از الله عز و جل میپرسیم که به آنها سبکی دهد و آنها را از فشار روانی رها کند. الله سبحانه و تعالی ما را و شما را توسط قرآن برکت دهد و ما را از آن کسانی گرداند که آیه های او را میفهمیم. از الله بخشایش میخواهم و شما نیز از او بخشش پرسید، زیرا او غفور و رحمان است. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبعد. برای ما مسلمانان عزیز فقط برای فهمیدن همه اینها سوره کوثر لازم است. وقتی که قریش مسخره پیامبر صلی الله علیه و سلم را کرد، الله سوره کوثر را نازل کرد. إنا أعطيناك الكوثر. هرچی که میگویند الله پیامبر صلی الله علیه و سلم را عزت داد. کی پروا دارد که آدمان چی میگویند؟ وقتی که پادشاه بشر چشمه های جنت را به نام پیامبر صلی الله علیه و سلم هدیه کرده است، چه ضرری خواهد آورد اگر تمام انسانیت او را رد کند؟ خداوند بشر او را احترام کرده است. پس کی پروا دارد که فرانسه چی میگوید؟ کی پروا دارد که کافر چی میگوید؟ کی پروا دارد؟ ای رسول الله، ما تو را عزت دادیم و ما به تو کوثر جنت را دادیم. پس کار شما، کار من، کار ما الله سبحانه و تعالی را عبادت کردن است. ما عبادت میکنیم و کم بغل خیر میکنیم. ما هویت اسلامی خود را نگاه میداریم و آنگاه الله پیامبر صلی الله علیه و سلم را تسلی میدهد. پروا مکن، من آن کسانی را که به تو مخالفت میکنند مسئله شان را میبینم. من مسئله کسانی را که تو را مسخره میکنند میبینم. من مسئله آن کسانی را که به تو دشمنی میکنند میبینم. و درستی که کسی تو را مخالفت میکند، من انیق میکنم که او از همه نیکی بریده میشود، از همه برکت، از همه خیر و از همه چیز بریده میشود. پس ما باید خود را به این صورت تسلی دهیم و درک کنیم که الله عز و جل با دشمنان پیامبر صلی الله علیه و سلم سر و کار خواهد گرفت. وظیفه ما این انعکاس پیام پیامبر صلی الله علیه و سلم است. الله ما را برای اجرای این کار توانا کند. اللهم انی داع فامنوا. اللهم لا تدع في هذا اليوم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بالسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم
إليكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزد لكم، ولذكر الله تعالى أكبر. وأقم الصلاة.